داریم میریم بیا آفرین بیا گلا بگیر یه تیکر گلا بگیر بابا کجا میروی؟ ادامه گفتی بریم دیگه گلا همینجا واسیم چقدر شیری اینجا آشناس بر من اتفاقا میشناسم اینجا رو آری اینجا نظمیه است بیرون پر بود از سرخر و خروس بیمحل و خرمگس ماجرا بیرون چه باغ وحشی بوده خب بتی جان گفتیم که بیاییم اینجا چند کلام خصوصی با یکدیگر صحبت کنیم من خوراکم حرف خصوصیه بگو چند تا دوستم داری بتی جان خیلی ولی ما میخواهیم یکم جدی صحبت کنیم من جدی دارم میگم بگو چند تا دوستم داری خیلی ولی آیا فکر میکنی عشق برای تداوم یک زندگی کافی است؟ فرمودین دقیقش نفهمید آیا فکر میکنید که میتوان فارغ از محیط اطراف و تاثیر آن بر زندگی صرفاً به مقوله عشق پرداخت؟ خب من خیلی خوشحالم تو با مطالعه وارد این بحث شدی من خواهش میکنم فقط یه مقدار آبمیانش کن که ما بفهمیم پیش بریم بحثو بتی جان ما فکر میکنیم که همکنون در نقطه عطف زندگیمان هستیم خب بحث خیلی ثقیل هست من خواهش میکنم به ظرفیت من اونقدر فکر نکنی در حد همین ظرفیت کوچی یه دو تا فوش بده بخندیم دیگه خلاصش بتی جان خیلی ساده بگوییم ازدواج ما از اول هم اشتباه بوده آره دیگه یه غلطی بوده کردیم دیگه ببینید شما همینطور دارید جا افتاده تر میشوید دیگه داریم ته میگیریم جا افتاده نیست دیگه این و جذابتر و ما رو نگاه کنید پیر ملول آره خب ولی خب تو نباید خودتو با من مقایسه کنی که آره تو در حد خودت هم ولی خوبی آره خوبی بتی جان ما طلاق میخواهیم چیزی نیست کمرم بود شکست طلاق تو به من چی گفتی الان؟ خواهش میکنم یه بار دیگه تکرار کن ما طلاق میخواهیم واقعا دلت نمیسوزه واسه این پیرمرد یه نگاهی به دهنم من بنداز یه نگاهی به چشای 20 ستارم بنداز دست و بالم داره میلرزه از این خبر دیدی؟ آری دیدیم خب پس کنسل دیگه بریم دیگه مدت بتی جان این موشمرده بازی ها فایده ندارد ما طلاق میخواهیم خب من خواهش کنم بریم از فاز احساسی بریم فاز منطقی تو حرف چیه من یه کلمه بگو منو قانع کن حرف ما این است که ما حرف یکدیگر را نمیفهمیم الان تو یه چیزی به من بگویم سر مادرت از درد میترکد چقدر من حرف تو رو میفهمم ایسا منو تو غم خودت شریک بدون تو چقدر سرت داره درد میکنه من چقدر حرف تو رو میفهمم ایسا بتی ما طلاق میخواهیم خب نه الان میریم تو فاز روانشناسی و سایکولوژی الان حرف چیه دخترم ما طلاق میخواهیم نزن بابا با ما بودی؟ بشین بابا بتی ببین چه دماری من از روزگار تو درآورم اگه تو میتونی برو طلاقتو بگیر مردی که زنشو طلاق بده مرد نیست دوست عزیزمون خودمو میگم حالا میبینی برو ببینم میتونی خیلی الان باید بریم تو فاز گمگشتگی کیه؟